چه میشد اصلا تو بهش نداشتی؟ خلقو به حال خودشون میذاشتی. الان تو دنیا هرچی کار زشته برای رفتن به همون بهشته. دست یه عده آدم طمعکار، یه عده دیگه شدن گرفتار. بی خودی گیر میدن به موی مردم، جفت پا میرن تو آبروی مردم. آخه بهشتت هم که چیزی توش نیست، فقط 4 تا نهر توی پردیس. شیر و شرابش هم که توی جوبه، بازم همین که هست خیلی خوبه. چقدر میشه رفت لب چشم آب خورد؟ چقدر میشه فقط نشست شراب خورد؟ راستی شراب و حوری و میکده اونجا خوبه، پس چرا اینجا بده؟ متشکرم. مردا که دورشون پر از حوریه، شرایط زنا هم اینجوریه؟ زن تو بهش هر جوری خاص میگرده یا نه؟ بازم تابع حرف مرده. میگم اگه بهش پر از حوریه، تکلیف این زنای مؤمن چیه؟ شنیدم اونجا بی فرودگاهه، بدون جاده و بزرگراهه. اونجا بریم باید شتر سوار شیم، توی بیابوناش باید قطار شیم. وقتی وسایل رفاهیش کمه، پس چرا تبلیغ میکنن این همه؟ اینجا که ما کلی وسایل داریم، با این همه 1000 تا مشکل داریم. اونجا میگن 1000 سال نوری آدم باید سر کنه با یه حوری. میبینی بنده ها چی کار میکنن؟ همدیگر رو هی لط و پار میکنن. 1000ها ساله که مفتی سر میبرن، میان میگن تو گفتی. متشکرم. از سر بیفکری و بیکله‌ای همینجور آدم میکشن فله‌ای. میگن به خاطر رضای خداست. رضای تو واقعا اینجور چیزاست؟ نمیدونم والا کجا نوشته که جای قاتلا توی بهشته. خلاصه کلام خیلی پستن اونا که از قول تو خالی بستن. کاش از تو این جمله رو میشنفتم که بچه جون اینا رو من نگفتم. متشکرم.